اصحاب کهف، اهل غار. یک از داستان قرآنی درباره چند تن از جوانان مؤمن بر روزگار پیشین که از ظلم پادشاه ستمگر به غار پناه بردند و در آنجا به امر خدا به خواب فرو رفتند و پس از در زمان 300 سال بیدار شدند. قرآن کریم برای تثبیت عقیده مؤمنان و اثبات رستاخیز جسمانی مردگان در روز قیامت داستان جوانان مؤمن را در سوره کهف ذکر می نماید که در گذشته های دور برای حفظ ایمان خود از ظلم پادشاه وقت به غار پناه می برند و سالیانی دراز در آنجا به خواب عمیق فرو می روند. قرآن در 18 آیت به بیان جزئیات این حادثه تاریخی پرداخته تفاصیل و روند رویدادی آن را به صورت نوار زنده از پیش چشم می‌گذراند. نظر اکثر مفسران بر آن است که اصحاب کهف مؤمنان بر دین یهود بوده. زندگانی، دعوت و غارنشینی گشتن آنها به زمان پیش از حضرت عیسی علیه السلام راست می‌آمد و دوباره برانگیخته و بیدار شدن آنها باشد پس از عیسی علیه السلام به وقوع پیوسته است. زیرا داستان آنها در آثار و روایت‌های دینی مردم یهود نیز موجود است. به نظر بعضی مفسران تاریخی زندگانی آنها به زمان رسالت موسی علیه السلام پیامبر بنی اسرائیل موافق می‌آید، ولی از بعضی شواهد تاریخی برمی‌آید که آنها از جمله پیروان دین نصرانی بوده پس از رسالت عیسی مسیح علیه السلام در سده‌های اول سالشماری میلادی گذشته‌اند. غالباً به نظر می‌رسد که تاریخ زندگانی و غارنشینی گشتن آنها و دوران فرمانروایی یکی از کارگزاران پرنفوذ و حاکمان سختگیر روم تراژان در سرزمین شام در سالهای 98 117 پس از میلاد راست می‌آمد و آن به طور دقیق پس از الحاق کامل سرزمین‌های جنوبی شام در سالهای 806 میلادی به امپرای روم روی داده است. دیانت مسیحی در دوره تا اندازه در میان دولتداران و کارگزاران رده‌های بالای امپراتوری نفوذ کرده. تراژان سال 112 میلادی درباره قتل مسیحیان که به امپراتور و کشور روم صداقت نداشته باشند فرمان داد و شاید همین وضع سبب پنهانشوی و به غار پناه بردن اصحاب کهف گردیده باشد و زمانی از خواب برخاستن آنها در دوره حاکمیت امپراتور روم شرقی تیودوسیوس دوم سال های 407 450 میلادی صورت گرفته است، زمانی که مسیحیت به عنوان دیانت رسمی کشور عمل میکرد. هرچند اکثر روایت‌های مسیحی و آثار دیگر روای ظهور اول اصحاب کهف را به زمان فرمانروای امپراتور دقیانوس در سالهای 249-251 پس از میلاد مصادف دانستند، ولی آدم انطباقی زمانبندی حوادث و شواهد معتمد تاریخی آن را رد می‌نماید. درباره شهر و سرزمین اصحاب کهف نیز در بین اهل تحقیق اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آنها در آسیای خور در شهر افسیوس در شمال غربی شهر تراسیوس که در آن زمان پایتخت شرقی امپرای روم بود دانستند و بعضی دیگر آن را در نزدیکی‌های پایتخت مملکت امروزه اردن شهر امان گفتند که در آن زمان همان گونه که در سرچشمه‌های یونانی ثبت شده به شکل مضافات با نام فیلادلفیا تابع امپرای روم بود. آنها به طور دقیق وادی و روستایی را به نام رجیب یا اینکه رقیب در نظر دارند که در شمال غربی شهر امان واقع شده است. به اندیشه اکثر مفسران کلمه رقیم که در آن آیت ذکر شده است و سرزمین و یا وادی اشاره دارد که حادثه اصحاب کهف در آنجا گذشته و کهف مذکور نیز در آن واقع شده است.